تحویل قبله. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان بعد از تشریف آوردن آن حضرت به مدینه 16 ماه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست داشت که به سوی کعبه نماز گذارد. از طرف دیگر عرب‌های مسلمان که محبت و تعظیم کعبه در سرشت آنان و با گوشت و خونشان عجین شده بود، هیچ جایگاه دیگری را با کعبه برابر نمی‌دانستند و هیچ قبله دیگری را مانند قبله ابراهیم و اسماعیل نمی‌دانستند. در واقع قبله قرار دادن بیت المقدس برای مسلمانان آزمایش بزرگی به شمار می‌رفت، اما آنها به هر حال سمعنا و اطعنا گفته تسلیم شدند و گفتند آمنا به کل من عند ربنا، ما ایمان آوردیم به آن، همه چیز از جانب پروردگار ماست. آنان فقط به این نکته توجه داشتند که در هر حال باید از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نمایند و در برابر احکام الهی تسلیم شوند، هرچند برخلاف خواست آنها باشد و با عرف و عادتهایشان درست در نیاید. وقتی خداوند متعال دلهایشان را برای تقوا و تسلیم در مقابل خود امتحان نمود، آنگاه دستور تحویل قبله را برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمانان نازل فرمود. و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. و بیگمان شما را امتی میانه رو کرده ایم تا گواهان بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد. و ما قبله ای را که بر آن بوده ای قبله ننموده بودیم مگر این که بدانیم چه کسی از پیغمبر پیروی می نماید و چه کسی به عقب بر می گردد و اعراض می نماید. و اگرچه بس بزرگ و دشوار است مگر بر کسانی که خدا ایشان را رهنمون کرده باشد. مسلمانان در حالی که از خداوند متعال و رسول گرامیش اطاعت می کردند به سوی کعبه متوجه شدند. بدین ترتیب کعبه تا روز قیامت قبله مسلمانان قرار گرفت و هر کجا که باشند موظف هستند به سوی کعبه نماز بگذارند. تعرض قریش به مسلمانان در مدینه. وقتی اسلام در مدینه استقرار یافت و قریش متوجه شدند که اسلام مرتباً در حال رشد و شکوفایی است و هر روز گسترش و اقتدار اسلام بیشتر می‌گردد و اگر این وضع ادامه یابد زمام امور از دستشان بیرون خواهد رفت و بعد از این که اسلام خوب نیرو بگیرد دیگر از عهده مقابله با آن بر نخواهند آمد. اینجا بود که قریش آستین عداوت و دشمنی را بالا زد و از هر طرف علیه مسلمانان فریاد برآورد، اما خداوند متعال به مسلمانان دستور داد که صبر و گذشت را پیشه گیرند و فرمود کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، دستهایتان را نگاه دارید و نماز را به پای دارید. منظور این بود که از این طریق لذات زندگی در نظرشان حقیر شود و اطاعت و فرمانبرداری خداوند و مخالفت با نفس و ایثار و فداکاری بر ایشان آسان و سهل گردد. اجازه جنگ. وقتی مسلمانان شوکت یافتند و بازویشان قوت گرفت، خداوند متعال به آنان اجازه جنگ داد، اما جنگ را بر آنان فریضه قرار نداد، چنان که می فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. برای آنهایی که میخواهند با دشمن بجنگند اجازه جنگ داده می شود. این اجازه جنگ به سبب آن است که آنان مظلوم واقع شده اند و البته خداوند بر یاری دادن آنها تواناست. سریه عبدالله بن جحش و غزوه ابواء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اجازه جنگ دسته ها و هیئت هایی را به سوی قبایل مختلف و اطراف مدینه می فرستاد. اغلب اوقات جنگی در نمی گرفت. البته گاهی زد و خردهای اتفاق می افتاد که موجب رعب و وحشت در دلهای مشرکین می گردید و شوکت و فعالیت مسلمانان را نمایان می کرد. از میان این سریه ها سریه عبدالله بن جحش
بیش از سریه های دیگر قابل ذکر است. در همین سریه آیه نازل شد که دلالت بر این می‌کند قرآن مجید عمل مسلمانان را اگر اشتباه باشد مورد تأیید قرار نمی‌دهد، چرا که قرآن مجید ترازوی عدلی است که درباره همه امت‌ها و گروه‌ها عادلانه قضاوت می‌نماید. اینک شما را به اختصار در جریان این سریه قرار می‌دهیم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله بن جحش اسدی را در رجب سال دوم هجرت به اتفاق 8 تن از مهاجرین مأموریت داد تا در راه خدا بیرون روند. نامه نیز نوشت و به وی سپرد و فرمود که آن را نخواند مگر اینکه 2 روز مسافت راه را طی کرده باشد. آنگاه نامه را گشوده و آن را بخواند و به محتوای نامه عمل کند و متوجه باشد که هیچ کدام از همراهان خود را به اجرای آن مجبور نکند. عبدالله بن جحش بعد از 2 روز طی کردن راه نامه را گشود و آن را قرائت نمود. محتوای نامه این بود: وقتی نامه را خواندی به راه خود ادامه بده تا اینکه به مقام نخله که بین مکه و طائف قرار دارد برسی. آنجا که رسیدی احوال قریش را زیر نظر بگیر و ما را در جریان آن قرار بده. عبدالله بن جحش بعد از خواندن نامه گفت چشم، اطاعت می شود. آنگاه به همراهان خود گفت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به من دستور داده است که تا نخله پیش بروم و در آنجا از احوال قریش تجسس و تحقیق به عمل آورم و سپس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را در جریان امر قرار دهم. البته حضرتش مرا از این که شما را مجبور به این کار کنم منع فرموده است. لذا هر کسی از شما آرزوی شهادت دارد با ما بیاید و هر کسی دوست ندارد میتواند برگردد. من خودم دستور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را اجرا خواهم کرد. عبدالله به راهش ادامه داد. همراهانش نیز با وی حرکت کرده هیچ کسی به عقب برنگشت. از قضا هنگامی که عبدالله و یارانش به مقام نخله فرود آمدند، قافله از قریش از کنار آنها گذشت. این قافله را عمرو بن الخطرمی همراهی میکرد. آنها وقتی گروه عبدالله را دیدند ترسیدند. عکاشه بن محسن که سر خود را تراشیده بود خود را نشان داد. تا او را دیدند احساس امنیت کردند و گفتند اینها قصد عمره دارند، از اینها خطری نداریم. عبدالله و یارانش با هم مشورت کردند. این روزه ها مصادف بود با آخرین روزه های رجب. مسلمانان در اثنای مشورت گفتند اگر اینها را بگذاریم که امشب وارد محدوده حرم شوند از دسترس ما خارج خواهند شد و اگر اینها را بکشیم این قتل در ماه حرام خواهد بود. ابتدا دچار تردید شده و از اقدام منصرف شدند، اما دوباره خود را آماده کردند و تصمیم گرفتند که بر هر کسی قدرت یابند او را کشته و هرچه همراه داشته باشد به تصرف خود درآورند. بدین جهت واقد بن عبدالله التمیمی تیری به سوی عمرو بن الخطرمی پرتاب کرد و او را به قتل رساند و 2 نفر دیگر را به اسارت گرفتند. بالاخره عبدالله بن جحش و یارانش همراه قافله و 2 نفر اسیر به مدینه بازگشتند. وقتی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مشرف شدند، آن حضرت فرمود من که به شما دستور جنگ در ماه حرام نداده بودم. لذا قافله و 2 اسیر را وقف کرد و از آنها چیزی نپذیرفت. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفت، عبدالله و همراهانش بسیار نادم و پشیمان شدند و گمان کردند که هلاک شدند. مسلمانان آنها را به شدت مورد نکوهش قرار دادند. قریش از این جریان خوراک تبلیغاتی به دست آوردند و گفتند محمد و یارانش احترام ماه حرام را زیر پا گذاشتند و خونریزی به راه انداختند. خداوند متعال در همین باره این آیات را نازل فرمود. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنة اکبر من القتل. از تو درباره حکم جنگ در ماه حرام میپرسند. در جواب بگو جنگ در ماه حرام گناه بزرگی است و البته باید بدانید که صد نمودن مردم از راه خدا و کفر ورزیدن به او
و زیر پا نهادن حرمت مسجد الحرام و اخراج کردن اهلش از آن گناه بزرگتر نزد خداوند است و قطعا آشوبگری بزرگتر از قتل است. فرضیت روزه. وقتی عقیده اسلامی در دلهای مسلمانان راسخ شد و نسبت به نماز علاقه پیدا کردند و برای پذیرش احکام شرعی چنان آماده شدند که گویی در انتظار آن به سر میبرند، آنگاه خداوند متعال در سال دوم هجرت روزه را فرض قرار داد و این آیه ها را نازل کرد: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، لازم کرده شد بر شما روزه چنان که لازم کرده شد بر کسانی که پیش از شما بودند تا باشد که پرهیزگاری کنید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. ماه رمضان آن است که فرود آورده شد در آن قرآن، راهنمایی برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق و باطل. پس هر کس دریابد از شما آن ماه را باید روزه بگیرد. جنگ سرنوشت‌ساز بدر، سال دوم هجرت. اهمیت جنگ بدر. جنگ بدر که به نام غزوة البدر الکبری معروف است، در رمضان سال دوم هجری به وقوع پیوست. این جنگ سرنوشت امت و دعوت اسلامی را که در واقع سرنوشت معنوی بشریت با آن وابسته بود رقم زد. در طول تاریخ اسلامی هر نوع پیروزی و موفقیتی که حاصل شده و هر حکومتی که تأسیس گردیده همگی مدیون آن فتح مبینی هستند که در میدان بدر تحقق یافت. به همین دلیل الله عز و جل این معرکه را یوم الفرقان نام نهاده و فرموده است: ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اگر به خدا و بدان چه بر بنده خود در روز جدایی کفر و ایمان نازل کردیم ایمان دارید، روزی که دو گروه مؤمنان و کافران رو در روی هم قرار گرفتند. ماجرای مفصل غزوه بدر بدین قرار است: به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر رسید که ابو سفیان بن حرب با کاروان بزرگ قریش که اموال همه مردم در آن است از شام حرکت کرده است. در این زمان قریش با مسلمانان در حال مبارزه بودند و از هیچ کوشش علیه اسلام و ایجاد مانع در راه الله جل شأنه و پدید آوردن مشکلات برای مسلمانان دریغ نمی‌ورزیدند. آنها تمام اموال، ثروت‌ها و نیروهای خود اعم از اسلحه و سواری و غیره را بر ضد اسلام و تضعیف مسلمین به کار می‌بردند و دسته‌ها و نظامیان آنها تا مرزهای مدینه و چراگاه‌های آن می‌آمدند. لذا وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع یافت که ابو سفیان در رأس یک کاروان تجارتی از شام برمیگردد، مردم را برای تعرض به این کاروان فراخواند. البته آنطور که لازم بود خود را آماده نکرد، زیرا هدف آن حضرت صلی الله علیه و سلم جنگ نبود، بلکه می‌خواستند اموال کاروان را به دست آورند. از آن طرف ابو سفیان از حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هدفش اطلاع یافت، فوراً فرستاده برای تقاضای کمک نزد قریش به مکه فرستاد. همین که فرستاده به مکه رسید، قریش بیدرنگ آماده شدند، حتی بعضی از قبایل اطراف را نیز بسیج کردند. کمتر کسی از شاخهای قریش عقب ماند و همگی در کمال تعصب و خشم و کینه آماده شدند. پاسخ مثبت انصار و فداکاری آنان در اطاعت. وقتی خبر حرکت و بسیج عمومی قریش به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، از اصحاب مشورت خواست. منظورش این بود که از رأی انصار با خبر گردد، چرا که انصار با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودند که فقط در داخل مدینه از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم
محافظت نمایند. به همین دلیل آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌خواست از رای آنان در صورت خارج شدن از مدینه مطلع شود. در این جلسه مهاجرین نظر خود را به بهترین وجه اظهار داشتند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دوباره از آنها پرسیدند. آنها همچنان آمادگی خود را اعلام کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بار سوم از آنها نظرخواهی نمودند. اینجا بود که انصار متوجه شدند که منظور آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنان هستند. پس سعد بن معاذ رضی الله عنه به نمایندگی از انصار زبان به سخن گشود و گفت: یا رسول الله علیک الصلاة و السلام، مثل این که اشاره شما به طرف ما است، شاید فکر میکنید که انصار وظیفه خود را تنها در این میدانند که فقط شما را در شهر خود یاری کنند. من قاطعانه از جانب انصار میگویم که به هر طرف میخواهی حرکت کن و با هر کسی میخواهی ارتباط برقرار فرما و از هر کسی میخواهی ارتباطتان را قطع کن. از اموال ما هرچه دوست داری بگیر و هرچه میخواهی به ما بده. البته آنچه را که از ما میستانی به مراتب نزد ما محبوبتر از آن خواهد بود که برای ما میگذاری و هر دستوری که به ما صادر بفرمایی ما تابع امر شما هستیم. سوگند به خدا اگر تا به برک رمضان بروی ما همراه شما خواهیم آمد و اگر ما را از این دریا عبور دهی عبور خواهیم کرد. حضرت مقداد رضی الله عنه که از جانب مهاجرین سخن میگفت عرض کرد: یا رسول الله علیک الصلاة و السلام، ما هرگز سخنی را که قوم موسی علیه السلام با او گفتند، یعنی بروید شما و خدایتان بجنگید، ما اینجا نشسته ایم و شما نخواهیم گفت. ما قطعا از جانب راست و چپ شما و از جانب پیش روی و پشت سر شما به جنگ و دفاع خواهیم پرداخت. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این پاسخ را شنید، چهره گرامی اش درخشید و از پاسخ اصحابش مسرور شد و فرمود: سیرو و ابشرو، بروید مژده بگیرید. رقابت نوجوانان در جهاد و شهادت. وقتی مسلمانان به سوی بدر حرکت کردند، نوجوان کم سن و سالی به نام عمیر بن ابی وقاص که 16مین بهار عمرش را پشت سر گذاشته بود، در جمع مسلمانان به سوی بدر خارج شد. او می‌ترسید مبادا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او را به دلیل کم بودن سنش رد نماید. می‌کوشید تا از نگاه مردم پنهان شود. برادر بزرگترش حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه از وی پرسید: چرا خودت را پنهان میکنی؟ عمیر گفت: میترسم مبادا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مرا بازگرداند، در حالی که من به شدت علاقمندم که در جنگ شرکت کنم. شاید پروردگار شهادت نصیبم گرداند. حدس عمیر درست بود، زیرا وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطلاع یافت، تصمیم گرفت این نوجوان 16 ساله را بازگرداند. اما عمیر به شدت گریست، طوری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلش برای او سوخت و به وی اجازه شرکت در جنگ را مرحمت فرمود. عمیر در جنگ شرکت کرد و به مقام رفیع شهادت نایل آمد. تفاوت میان مسلمانان و کفار در تعداد و نیرو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به همراه 313 نفر سریعاً به سوی بدر حرکت کرد. مرکب‌های آنها در این سفر از 2 رأس اسب و 70 شتر تجاوز نمی‌کرد. بر هر شتر 2 یا 3 نفر به نوبت سوار می‌شدند. امتیاز بین فرمانده و سرباز، تابع و متبوع وجود نداشت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق و عمر و صحابه بزرگ نیز امتیاز خاصی نداشتند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پرچم جنگ را به دست مصعب بن عمیر داد، پرچم مهاجرین به دست حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه و پرچم انصار به دست حضرت سعد بن معاذ
رضی الله عنه قرار داشت. وقتی ابو سفیان از حرکت مسلمانان اطلاع یافت، مسیر کاروان را به طرف جنوبی یعنی ساحل دریا تغییر داد و این گونه خودش نجات یافت و کاروانش نیز جان سالم به در برد. سپس به قریش نامه‌ای نوشت و توصیه کرد که برگردید، چرا که شما به قصد محافظت کاروان بیرون آمده اید. قریش قصد بازگشت نمودند، اما ابو جهل قبول نکرد و گفت چاره جز جنگ نداریم. تعداد افراد قریش بیش از 1000 نفر بود. در میان آنها سرداران و رؤسای طوایف و از سواران و قهرمانان معروف شرکت داشتند. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این وضعیت را مشاهده کرد، فرمود: هذه مکه قد القت الیکم افلاذ کبدها. این مکه است که جگرگوشه های خود را به سوی شما حرکت داده است. مشورت با اصحاب. قریش به حرکت خود ادامه داده و در آن سوی وادی بدر فرود آمدند. مسلمانان در این سوی بدر موضع گرفتند. در این موقع حباب بن منذر عرض کرد: یا رسول الله، آیا این جایگاه را به فرمان خداوند متعال انتخاب نموده ای که در آن صورت حق نداریم به اندازه یک وجب هم عقب و جلو برویم، یا اینکه رأی خود شماست و مصلحت جنگ چنین اقتضا می کند؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: خیر، این نظر شخصی من است و بر اساس مصلحت امور جنگ چنین جایگاهی انتخاب شده است. آنگاه حباب بن منذر رضی الله عنه گفت: یا رسول الله، اگر چنین است پس این جایگاه مناسب نیست، و او جایگاه مناسب تری را پیشنهاد کرد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: نظر شما نظر بسیار خوب و جالب توجه ارائه کردی. آنگاه آن حضرت به اتفاق یارانش از آنجا و کنار آبی که نزدیک دشمن بود نقل مکان کردند و در آنجا فرود آمدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابش شبانگاه کنار آب رفتند و حوضه های درست کردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم به کفار اجازه دادند که از آب آشامیدن استفاده کنند. آن شب خداوند متعال باران شدید فرو فرستاد که برای مشرکین بسیار سخت بود و آنان را از پیشروی باز داشت، اما برای مسلمانان مایه رحمت گردید. زمین را هموار و سخت کرد و قدمها را ثابت و قلبها را محکم نبود. در همین خصوص قرآن می فرماید: و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. و از آسمان آب بر شما بارید تا بدان شما را پاکیزه دارد و آلودگی وسوسه های شیطانی را از شما دور سازد و دلهایتان را ثابت نماید و گامها را استوار دارد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمانده جنگ. در همین موقع موهبت‌های فرماندهی نظامی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار رسالتش که منبع اصلی هدایت و الهام است تبلور یافت و روشن شد که آن حضرت در بسیج لشکر و پیشبینی و پیشگیری از خطر و تشخیص بسیار دقیق ساز و برگ جنگی و تعداد لشکریان دشمن چقدر صلاحیت و کفایت و دقت عمل دارند. آمادگی برای جنگ. برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سایبان روی تپه مشرف بر جبهه جنگ ساخته شد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم شخصا از محل کارزار دیدن نمود و با اشاره دست مبارکش قتلگاه افراد مختلف را نشان میداد و میفرمود: اینجا قتلگاه فلان است و آنجا فلان کس به قتل میرسد ان شاء الله. پیشگویی آن حضرت صلی الله علیه وسلم آن طوری که فرموده بود تحقق یافت، زیرا هر یک از کشته شدگان دقیقاً در جای پیش بینی شده به قتل رسیده بودند. وقتی مشرکین آماده کارزار شدند و دو لشکر متخاصم در برابر یکدیگر قرار گرفتند، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند:
اللهم هذه قریش جاءت بخیلائها و فخرها، جاءت تحاربک و تکذب رسولک. بار الها، این قریش است، با غرور و افتخار وارد میدان شده تا با تو بجنگد و فرستاده ات را تکذیب نماید. شب جمعه و 17 رمضان بود. وقتی صبح شد، قریش با دسته های جنگی خود وارد میدان شدند و روی لشکر اسلام قرار گرفتند و هر دو گروه در مقابل هم صف آرایی نمودند. دعا و تضرع، زاری و مناجات. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس از آن که از لشکرشان دیدن نمودند، به سایبان خویش که در حقیقت مقر فرماندهی بود بازگشتند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز همراه آن حضرت وارد سایبان شدند. آن حضرت در حضور حق به دعا و تضرع و مناجات پرداختند، زیرا می دانستند که اگر تکیه مسلمانان بر نیرو و امکانات ظاهری باشد، نتیجه روشن است، همان نتیجه ای که هر ضعیف در مقابل قوی به دست می آورد. آری، اینجا بود که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر دو کفه ترازوی جنگ را به دقت نگریست، متوجه شد که ظاهراً جنگ نابرابر در شرف وقوع است. پس متوجه خداوند متعال شد و استغاثه نمود. بی تردید او ذاتی است که هیچ قدرتی نمیتواند فرمانش را ملغا کند و مانع تنفیذ اراده اش گردد. و من نصر الا من عند الله، و نیست کمک و یاری مگر از جانب الله. آری، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای این دسته از مؤمنین که تعدادشان اندک بود و از نظر تجهیزات صفر بودند، نزد خداوند شفاعت کرد و گفت: اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها فی الارض. بار الها، اگر این گروه کوچک نابود گردد، دیگر کسی تو را مورد عبادت قرار نخواهد داد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در دعا و تضرعش با پروردگار خود می گفت: اللهم انجزنی ما وعدتنی، اللهم نصرک. بار الها، به وعده‌ای که به من داده ای وفا کن. بار الها، یاری خودت را تحقق بخش. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این اثنا دسته هایش را چنان بالا می برد که ردایش از شانه های مبارک پایین می افتاد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آن حضرت را تسلی خاطر می بخشید و از کثرت زاری و لابه‌اش بر وی ترحم می کرد.